دستانش رو کشو. بدر جان، بدر گانی اینجا بیا. زود باش. زودتر. دخترم رو سرده. یوسف مجبور هستی که گفته هایم رو اجرا کنی، وگرنه این دخترت رو میکشم. میشنوی؟ بدر جان، مرا نجات ده. سرده، کوی سرم رو سرده. ایلکنور دخترم. بدر جان، مرا نجات ده. اگر با یک طوری موی سری دخترم ضرر رسد تو رو پاره پاره میکنم. ابله تو کی هستی؟ نقاب داری ترسانچه کیستی؟ از هر یک سوراخی پیدا میشد این سر بچه. چی فکر میکنی؟ مگر نمیبینه دختر در دستش است، چیزی که خواهد میکنه. دمت رو گیر، با من راه نشان نده. ابله زبانت رو بریده میپرتویم. من دیگر به شما وقت فکر کردن نمیدیم. با تو میگویم یوسف، اگر تکلیفم رو قبول نکنی خوب نگاه کن. در بخش مستقیم مردن دخترت رو تماشا میکنی. ایستو نکن، با دخترم دست نرسون. اینجا بیا. دخترم رو سرده. دستانت چی کنن؟ سرده دخترم رو. ابله چی میخواهی؟ سرده دخترم رو. سرده دخترم. لعنتی با زن و کودکان زورت میرسد. ابله مرد باشی با من روبرو شو. چیزی که میگویند همان را بکن. اون چیزی که میخواهد برای دشوار است میدونم، اما التجا میکنم هرچی گوید بکن. این ظالمان کودکی در بطنم بوده رو کشتند. اینها انصاف ندارند. برادر او شگل راست میگوید. این ظالمان همه کارو میکنند. اگر ما را خواهند همان رو میکنی. انتخاب دیگر نداریم. ما با آیله غم خوردن را خوب میدانیم. نمیخواهیم که این غم را تو خوری. کاری کردی که هیچ کس کردن نمیتوانست. بله برادر، چه خیلی گید بودنت را دیدیم، اما زن و کودک در دستشان است. علاج دیگر نیست. یوسف ماند یوسف گیریم را. به من گوش کن. اگر خودم میبودم جانم فدایت. میگفتم که به تکلیفشان راضی نشم، اما میترسم که به دخترم ضرر میرسونم. این به انصاف او را میکشم. بیا به تکلیفشان راضی شو. چه خیلی که میخواهم. دخترم را نجات ده. اینجا بیا. برای من نه یوسف، برای دخترمون. چیزی که میخواهم اجرا کن یوسف. مایلش چی میخوای؟ گپ زن متهم. برای رهایی دخترم چی میخواهی؟ گوش کن اکنون. درسی اولمون سلاحت را پرتا. آیسته حق سلاحت را پرتا. مایلش میپرتویم چیزی که میخواهی. نخند بی شرف. شاهین. آفرین آفرین. اکنون من تو رو میکشم. ابله پدر من بسرده. پدر
به شرف این احمق رو ماند کی همین خیلی ایستد یوسف مرا خوب گوش کن. آرام شو. ما میتوانیم که این مسئله رو به خوبی انجام دهیم. آفرین با پدری من. دخترم چه ها میگویی؟ ما رو میکشن. دمت رو گیر. کشتن بازار است. پدرم ما رو نجات میدهد. خودت میبینی حالا. یوسف آرام باش. تو مرا میشنوی؟ آرام شو احمق. آرام شو. بوازنت جواب این کارت رو میدهی. تمام پدر تمام. آنقدر مهم نیست. خاطر نشود. تمام. سلاح را پرتافتم. اکنون گبزن چی میخواهی؟ دلشاد خوب است؟ زنده بودنش رو میپرسی؟ حاضر او خوب است. اما اگر یک بار دیگر به عقلی کنی دستانش رو بریده میپرتایم. تمام. همین قدرش بسنده است. موضوعمون اونها نیست. این خیل باشد گبزن. گیرید این را. بیا. با تو یک تکلیف دارم. تو دست تعیینات رو تسلیم میکنانی. من باشم ساق و سلامت زن و دخترت رو با تو برمیگردانم. تکلیفم همین است. قبول میکنی؟ مایلش عبدالله قبول میکنم. چه خیلی که میخوایی همون خیل میشود. یک چیز دیگر. به این صوف و دلشاد رو روان کن. هر دویش رو رها کن. روند. این نمیشود. با آنها داد و گریفت دیگه خیل میشود. داد و گریفت نمیشود اگر کار هم آیند. اینجا بیا. این خیل باشد با علت خیر خوش کن. مایلش احمق مایلش. آدمت رو شنیدم. حاضر از اینجا زود دفشه فهمیدی؟ اما خرسند نشوید که نجات یافتید. مثل عزرائیل همه وقت از پستان میشوم. حالا که همین جایی به چشم رویم خوب نگاه کن فهمیدی؟ این روی را بار دوم دیدم پس آخرین دیدارت می شود. دف شوید. حقتون را حلال کنید بچه ها. از رئیس نشانه پیدا شد. در کجا بودنش معین شد. اما از آدمون تعیینات هیچ کس در علاقه نیست. مجید درحال از پی عملیات شد. مایلش حاضر میبرویم. زودتر زودتر زودتر. این آدم با دیوانمونن بود. به این صورت تو دیدی؟ دیدم پدر دیدم. با دیگرشون هیچ مونان نبود. میترسم که باز از پسمان می آید.
میکنم گفته هایشان را اجرا کن. گفتگیت رو کردم. اکنون اویلم رو رها کن. به دخترم دست نرسانید. سر دهید دخترم را. بگیرید این رو از پیش من. سر دهید او را. دخترم را نرسید. اینها را از دیگر جدا نگاه دارید. به دخترم دست نرسانید. سر دهید او را. دست نرسانید. سر دهید گفتم. سر دهید. بیا روزگار گفتم. سر دهید جان. دستانت رو میشکنم ابله. به دخترم دست نرسان. تو را انتظار میشوم. سراغ را در راه پیامک میفرستم. کوشش کن که دیر نکنی. خیلی خوب. اپ. پلیدها، من شما را میکشم. خاطر نشو یوسف. دخترت رو نجات میدهیم. ما تسلیم میشویم. تو باشی با آیله و دخترت وا میخوری. هیچ خاطر نشو. این خیل شدنش را انتظار نبودم. از کجا میدونستم که این خیل خائنی میکند؟ خائنی و درویگی در خون ایناست. بهترش ما را تسلیم کن. چی خیلی این کار رو میکنم؟ میدونید بعدی تسلیمتون با شما چی کار میکنند؟ ما با آیله غم خوردن رو خوب میدانیم. نمیخواهیم که این غم را تو خوری. نه برادر، این مراتبه این خیل نمی شود. این مراتبه با آتش شیطان آب می اندازیم تا اینکه دیگر به این احوال دچار نشویم. هم آن دخترچه را به مادرش نجات میدیم و هم آن خائن ها را نیست میکنیم. راست میگویی کارلس. بله راست میگویم. اگر اینها حیله و نیرنگ داشته باشند ما هم چندین نقشه داریم. من راضی و اما چیکار میکنیم؟ یگان نقشه داری کارلس. شما با من هستید اگر گپ زنم. بله. بله.
زنده است زودتر باشید زودتر نکنه راگرد سردهت راگرد میگویم اینجا گذر برای خوب شده است مجبور بودم تو رو بزنم عذر یگون جای درد نکرد برعکس این صحنه بازدیدت به من پسند آمد برای از عهده کار بر اومدنت خیلی شدم راست میگویی راست میگویم یوسف رو دست و پایش رو بسته کردی آدمانی تعینات رو باز پس گرداندی این شپاتی زدت برای من یک ذوق است عزیزم با تو یک تحفه دارم از راستی؟ از راستی فکر میکنم با تو پسند می آید زود گپ زن مرا انتظار نکن کمیسر می توانی دروی جمشید برادرم اپا جان با تو گفتم کو تو چه خیلی تغییر یافته ای جمشید با عسکرها مانند شده ای چی کار داری در اینجا بین اپا من هم به مثل شما هستم مرا سردار یک گروه عاید عملیات های ترک تعیین نمودند حالا گوی که یک جایه در یک صف با پیروان عثمانیان می جنگیم بله اپا اگر تو حیله کرده با خاموشی کارت را پیش بری ما باشیم عملیات های خونین را اداره کرده کارهایمان را به اتمام میرسونیم با ما سلاح نمیدهی؟ برای چی؟ شما نمیآیید زحل برای چی؟ ما هم همراه شما رفتن میخواهیم نگفتم که مریم یک جای میمریم بالتا جان فاطمه یارادار هستی من کارمان را انجام دهیم ما هیچ کار نمیکنیم مگر؟ ینگه ما به دعای شما احتیاج داریم مایلش یوسف تو اگر این خیل خواهی ما راضی بالتا جان تو سرق و سلامت برگرد مایلش خودت را احتیاط کن خوب فاطمه گل خانه من تو که مرا انتظار شوی نخود من برمیگردم تو خواطر نشو بیا سکر علی میروی زحل من تو هم خودت را احتیاط کن کارلوس دو گوید می باشم من خودم را احتیاط میکنم تو مرا انتظار میشوی مایلش تو انتظار شو من میآیم این کار را انجام داده زحل نه زحل تا حال فرق نکردی خیر خودت را احتیاط کن زحل سکر علی زود باش آمدم اکا اکنون من تنها نیستم دادرم یک جای کارهای بزرگ رو انجام بدهیم برای آنکه ترکیه نو رو یک جای آماده سازیم از خردسر کرده تا سرداران این دولت رو به زیر اطاعت خود می‌داریم خلق را بازی می‌دارونیم که از بینیشون می‌براید این را یک جای حل میکنیم
زود باشید. باید برایم اکنون. درآید. گرفته برید این را. نه نکنید مرا سر دهید. راه گرد. راه گرد. مرا به کجا میبرید؟ به کجا میبرید؟ وایشگل دخترم شاهین، خدا را شکر که به خود آمدید. من در کجایم؟ دخترم در کجاست؟ دسته تعینات در کجاست؟ استاد رئیس، در ارتباط هستیم. همه‌شون خوب هستند. خدا را شکر. حالا وقتی ایستادن نیست لیلا. این بازی را نباید ویران کنیم. رئیس ماشینی که به عراق شمالی می رود با طریق اینترنت در کجا قرار داشتنش رو فهمیدیم. انشالله آنها را می یابیم. خیلی خوب. در آخر یک خبری خوش شنیدیم. در کجا بودن آن ماشینی بارکش را معین کردن لازم. کودکان ما در کجایند؟ تا حال آنها را پیدا نکرده. ما را از برای چی به اینجا آوردید؟ قول دادید که آنها را پیدا میکنید. از برای ثواب سرحد را نگذشته آنها را پیدا کنید. ما کاری خطا کردیم. گفتیم که آینده دین و ایمانشون ضعیف نشود، آنها را به جای خوب ندادیم. البته که این کار معنای دیگر دارد. پسرمان به دست تروریستان و دام آنها افتیده است. نفهمیدیم. خواطر نشوید. تمامی تشکیلات از پس همین مسئله است. آبی چشم کردن به شما نمیزیبد. صبر کنید. بهترش دعا کنید. انشالله. بچه ها برای همین پدر و مادران کوشش کرده آنها را پیدا کنید. البته مایلش رئیس. رفتیم. گذارید. بید رفیقون به بیرون برایم. از برای توش به این احوال افتیده. چه شده از به احوالمون؟ جهاد گفتیم خوب است گفتید. با کافران جهاد کردن نمیخواهی؟ میرویم اکنون آنجا خودمون رو جهاد کردن بکشیم، سر ببریم، در کار شود ما هم میمیریم. من مردن نمیخوام. مادرم بیمار، پدرم بیمار. آنها به من چیکار میکنند؟ احمق. انا لحظه خوب آغاز شد. نگیر احمق. مرد شو. چیزی خواستد از آن ما بشود. از این کاری خوب دیگر کار هست؟ ها؟ او را به حالش گذار. بار دیگر به این بچه دست نمیبرداری. فهمیدی؟ دمتون را گیرید. در جایتان شینید. و جاهای خودتان گذارید. حالا شما میبینید. اینجا هیچ کس نیست. یگان نقشه دیگر کشیدن چی؟ آدمان آمادند همین خیل. مثل نقشه کشیدمان به ما ضرر رسانده نمیتوانند. زن دخترش در دست همان. پدرم اومده همه اتون رو میکشند. دم این تیرمیزک را گیرانید. انا آمدم. رفیقان، اگر نقشه‌مان رنگ دیگر گیرد حقتان را حلال میکنید. اکنون شناس شدیم، اما رفیقانی جانی حساب میخوریم. با شما تن به تن جنگیدن را شرف میحسابم.
تو حقت رو حلال کنی گید. مثل حضرت خیز سری وقت رسید. بله، کاری دشوار بود. کاری کرده دو مثل کاری اکام بود. تو حقت رو حلال کن. حلال شود. شما هم حلال کنید. حلال شود. دخترم من همین جایم می آیم دخترم دیگر قدم نزن مایلش ایستادم دسته تعینات رو آوردم اکنون دخترم رو سر ده. نه نمیشود. به نوبت. اول اویشگول را روان کن. من باشم با تو همسرت را روان میکنم. مایلش روان میکنم. اویشگول ببخشید. هیچ گپ نی. من طفلم رو به دنیا ناورده شوهرم رو از دست دادم. من دیگر از هیچ چیز نمیترسم. از خدا التجا کن که همسرت و دخترت نجات یابند. جایهای آنها را دیدی؟ دیدم. با تو موفقیت اویشگول. سکریگی اویشگول. اول دخترم رو رها کنید. من نمیروم. دخترم رو رها کنید. مرا سرده. پدرم مرا نجات میدهد. دخترم تو برای چی با من این خیل رفتار میکنی؟ من غمی تو رو میخورم. غمی مرا نخور. نمیخواهم. پدرم مرا نجات میدهد. بیا بس کن حکایه را. راه گرد. زود باش. زودتر. اکنون از پس آن دسته تعینات رو روان کن. مایلش تو دخترم رو روان کن. نه نمیشود. از گپم گشتم. دخترت رو روان نمیکنم. تو اول دسته تعینات رو روان کن گفتم. سگ دو رویه. دیدید زود از گپش گشت. اینها همین خیل هستن که یوسف. تو بازی رو دوام ده. دیدی آدمان را سکریگی؟ نخواد نبینم. همه‌شون عیان هستند. سکریگی آن آدمی از طرف چپ در پس پنجره بوده می باشد. اینش از آن من. شاهین از تو در نزد سکریگی بوده؟ مایلش. ظریف از تو آن آدمی در بالای زینه پایه بوده؟ خواب شده است. بالتا از تو از طرف راستی در پنجره بوده؟ فهمیدم. خواطر نشوید.
خاطر نشو نجات مییابید اما به یگان به عقلی دست نزنید دخترم در دستشون است هیچ چیز نمیشود تو خاطر نشو бало занад инҳо чӣ кор карданиянд ҳеҷ гап не нишонзанҳо корашонро тамом мекунанд рафиқон бо ишораи ман оғоз мекунем майлаш خوب شده است یوسف خوب شده است آماده هستید با امر من آغاز میکنید یکم آماده است دویم آماده است سوم آماده است چهارم آماده است پنجم آماده است امر را میدهم حاضر امر میدهد به فکرم فیلم آغاز می شود تستر آخر از انتظاری مردم دیدم خدایا ما را مدد کن آغاز کنید بلا زند این چه خیل شد لعنتی ها نامردی به ما نمیزه بدجوره از همه چیزی دوست داشتم در آرامی آدم پراندن است بین چه خیلی پنهان شده است دخترم گریز دخترم گریز گریز از آنجا دخترم گریز دختر چون میگریزد مرگ به شما بی شرف ها نه این ناممکن است گریختیم تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ نمیبینی مگر کاری کردم رو دختر شب بیرون ریخت من از پسش میروم مایلش زود رفته او را دستگیر کن فکر او را برگرداندن نکن همین که داشتی او را کش نگران نباش من او را میکشم زود باشه زودتر پراندن گیرد چی؟
دخترم در آنجا بود. اینجا گذر. تو چه جرأت کردی؟ مگر مرا همین خیل نجات میدی؟ همه میمیرن. نمیبینی خائنها دام آماده کردن. اگر دخترم اینجا میبود آتش میکشودم. مگر دخترم گریخت. دیدم به کجا گریخت. حاضر رفته او را میارم. تو همینجا مون. به درون گذر. به درون. رفتنت شود و برگشتنت نه. با برادرم آتش کشودی. جمشید در کجایی؟ پدر جان، شما در کجایید؟ پدر. رفتیم. از پسی دخترم رفتنم لازم. شما استید، من با وی میروم. مایلش با دقت باش. چه خبر مدچه؟ با کجا؟ از تو خلاص نشدم حیفان. خلاص نمیشوی. از من با آسانی گریخته نمیتوانی. البته آسان نیست، لیکن تو چخیل مرا یافتی؟ بسیار گم نزن، با من بیا. خیز زود بیا. درد میکنه، راه گشته نمیتوانم. اگر از پدرم گریخته خواهی مرا برگشتنت لازم. خیلی دانگی میکنی. از پدرت نمیگریزم. تو را در نزد چشمانش میکشم. زود باش. خیز. این چی بود؟ ای شیطان بچه، میکشم آزر. خاموشیست، خاموش. سرده. هی ایستا نجوم. تمام جانم، تمام. تو خلاص شدی. خیلیت که اومدی، حیاتم رو نجات دادی. تو خوب هستی؟ به تو یگون چی نشده است؟ خوبم آبا جان. خدا را شکر. حاضر به نزد پدرت میروی مایلش؟ آن آدم در کجاست؟ به کجا قهرمان؟ تمام. آرام باش. سلاحت را دور ساز. راه گرد.
به شرف ها مغلوب شدن را که حس کنند دور میشوند در حال. گذر به اینجا. اینها گمراه هستند بالتا، گمراه هستند. نه با الهام آمده بودم. یک کمی گرد اطرافتان را نگاه کنید. خدایا توبه. اکا تو که همین جایی ما پروا نداریم، برای همین بپروا هستیم. همه وقت من با شما نیستم کارلوس. رئیس، دسته تعیینات برای اجرای وظیفه به امر شما آماده است. شکر که بار دیگر آواز شما را میشنوم. خوب هستید همه‌تان؟ خوبم رئیس، خواطر نشوید، یگان کمبودی نیست. شیر بچه های من، میدانم که حاضر وقت ساعت نیست، اما یک وظیفه خیلی مهم است. وظیفه مهم گفتن یعنی بخیر است رئیس. آن ماشین به عراق شمالی می رود. مکان آن را تصدیق کردیم. خودتان میدانید بچه هایی که در آن می آیند پدر و مادرانشان همین جایند. از بچه هایشان خبر انتظارند. زود آن ماشین را پیدا کنید، بچه ها را نجات دهید. من به شما باوری دارم. مایلش رئیس لیلا کوردینات ها را روان کند، ما از همانجا به راه میبریم. مایلش. خوب شده است رئیس. سکریاگی چی میگوید؟ آن ماشینی برکش رو میگوید، مکانش را تصدیق نمودند. دستمان خنک نشد آنها را یابیم، اینها باسی نکرد. خدایا توبه. بولتا به آشی نهار میرویم، تو عقلت را خورده ای؟ این خیل نگوی کارلوس، آخر وقتی لذت گرفتن هست زود پراکنده میشوند. آخر نافار میشود آدم. نه علش خیلی که تو میخواهی بولتا. اگر تو خواهی جنگی سییم جهان را تشکیل میدیم. بیایید بچه ها. بولتا ما از پسی کمز میریم. اکی ظریف شاهین تو باشی از پس آیشه گل و یوسف شو، برای آن که آنی خوابدار شاید در همین جاها باشد. اما با دقت باش. میرویم از پای کار میشیم. رفتیم دیگر انتظار نشو شاهین. به کودک دست نرسون، من اینجایم کو. تا که به او ضرر نرسد به این طرف گذر. دستانت رو بردار. تو چقدر آدمی احمق چی میخواهی از ما؟ این دختر فکر مرا پریشان میکند. اول از آن آغاز میکنم. نه، با دختر چه دست نرسون. از کشتنی او چی فایده میبینی؟ نه آخر من برای این کودک رو کشتن قول دادم. اول وی میمیرد. دخترم میآیم دخترم. دخترم خوب هستی دخترم؟ من خوبم پدر، اما ابا هم رو پروند. آیشه گل جمشید خانوم استید. خانوم سعده. مرا گوش کنید. سعده التجا مرا میکنم گوش کنید. التجا میکنم. تمام این با من است. یانگا تو اینجا چیکار میکنی؟ تو همسر یوسف هستی همین خیر؟ بله
همسرش هستم. در این جسدها کی را میجویی؟ وای یوسفم رو میجویم، دخترم رو. خاطر نشوید، آنها اینجا نیستند، به طرف جنگل رفتند، حاضر میآیند. خوبند. شما خوبید؟ نه من خوبم. رفته آنها رو جستجو کنم، شاید در جنگل آدمان اینجا بوده را بینیم. اگر خواهید شما را هم از تشخیص گذارانند هیچ خوب نمی نمایید. یوسفم رو گوش کنید، به این زن نظارت برید، احوالش خوب نمی نماید. آیشگل خوب هستی؟ من خوبم. الکنور دخترم خوب است. تو جراحت برداشتی اما بخیر است. دخترم رو نجات دادی آیشگل. برای او جانت را زیر خطر گذاشتی. اکنون من از تو قرض دارم. یاردم دهید. دخترم تو با اپای آیشگلت رو. مایلش پدر. تا حال نمرده است به شرف. همه مرده و همین ها هستند. دیگر هیچ کسی نیست که زنده مونده باشد. آرام باشید ینگه، یوسف کمی پس می آید، وای من نکنید، خاطر نشوید. انا آمدم، دیدید؟ میتوانید روید. زنده است یا اینکه مرده است؟ کی است تو؟ فروزان چی شد؟ به فکرم هوشش در جایش نیست، به خود نآمده است. به همشیرها بینید گفتم اما فروزان تمام گذشت، آرام باش. بین ما خوب هستیم، الکنور هم خوب است. ای یوسفم، من گفتم چی شده باشد با شما؟ مردم از فکری زیاد. خوب استید شما؟ خوبیم. بله خوب استید. زنده هستید شما؟ زنده هستید شما؟ این رو باشد چیکار میکنید؟ به همشیره ها گویم تشخیص کنند. نه، با او تنها من سر و کار میگیرم. حسابم رو تمام نکردم حالا. رها کن این رو یوسف، به خونه‌مون میرویم. به این هم دخترمون خیلی ترسیده است. چی باشد؟ این چی رسم است؟ وای چی بودنش رو میدونی؟ میدونم. گروهی از همه زیان رسونی خواهین ها میباشد این رسم. این آدم در اینجا چیکار داشته باشد؟ اینها به اساس نیستند اینجا. البته از پس کدام عملیاتی هستند. این را دانستن لازم. او را به گپ در آوردن لازم. شاهین مایلش با همین ها بیهوده نمیگویند. خواهین های ضرر رسان از چهار طرف ما رو احاطه کردند. به این هم کیها با شما رو میجویم. برای چی با کار شروع نمیکنید؟ چقدر وقت رو از دست داده میدونید؟ ما با جمشید سردار اطاعت میکنیم. امر از آن کس میگیریم
تا او نآید یک قدم نمیگذاریم. مثل دیوانه ها گپ نزن. جمشید به من اطاعت میکند. با او من امر میدهم. اگر خواهد هم نمی آید. اسیر افتاد. چی؟ اسیر افتاد؟ با دست تعیناتی مخصوص افتاد. کی میداند شاید کیها او را کشتند. اکنون من هرچی گویم همان را میکنید. چیکار کردن ما را میخواهید؟ من انتقام سردارتان را گرفتن میخواهم. چه؟ ماشینی برکشه که به عراق شمالی میرود. در دست آدمانی ما میباشد. ترک ها آن را گرفتنی‌اند. رفته صد راهشان شده. آن ماشین برکش نباید به دست ترک ها افتد. اگر احتمالی به دست آنها افتادن باشد نستش کنید. در داخلش با آدمانی اسیر بودش نست کنید. یگان نشانه‌اش نماند. زود باشید. زودتر باشید. زودتر. شما هم در اینجایید؟ زخمتون چخل؟ یوسف است کی است؟ دستم در کرد. باز با آسانی رها شدید. آسان رها شدم. میموندم اون آدم دستم رو میبرید. دیگر چیکار میکرد؟ آرام باشید. باز خون میرود. تمام. جواب این رو میدهند. خواطر نباش. بعد آوردن جسد یوسف شاید دردی دستت گم شود. شاید اندکی. همینش بود؟ بله پدر بله. گوش میکنم. مرا خوب گوش کنید. تعینات مقصود شاید از پستون باشد. با دقت باشید. خوب حرکت کنید. ما باشیم از پستون میآییم. فهمو؟ سردار حالا هیچ چیز از پس ما نمی نماید. اما ما با دقت هستیم. اکا راه رو تعمیر میکنند. یا توبه. با عقب نشسته ها خبر دهم. الو. با من گوش کنید. آهسته میرانم. فهمیدید؟ شما باشید با دقت باشید. گوشتان با بیرون باشد. شاید دام باشد. مرا فهمیدید؟ راه مدنیت است بولتا. راهی نرفته‌ات میگوید. از تو نیست. راه مهم است. باید همه وقت تعمیر کردن لازم. موم فرض کردم نشد. بین راه افلاس است. بین آدمان کار میکنند. آنها باز نفهمند. سکرعلی دیگرش در دست تو. در دستی من؟ برادر آنجا چی شده است؟ برای گلف بازی چخوری کنده ایستادیم. تو شوخی کرده ایستاده ای برادر؟ شوخی رو اساسا تو میکنی برادر. آخر راه تعمیر داریم. باید این راه رو منفرض کنیم. چشمانت نمیبینن مگر؟ این تخته های اعلان راه هم نمیبینن. اینها چی بگویند؟ باز بعضی آدمان رو هم تعمیر میکنیم برادر. قاعده ما همین. چی؟ آواز سلاح این دام است. خوش رو گبزن بهتر بیا. مثل زنهای لبی آب سرش رو از شیشه ماشین برآورده غوغا دارد. ارتیست. جوابش رو گرفت. بیایید براییم. پینان شود! پینان شود! بین! آنها مثل مرغابی ها با مانند بازیچه یک تا افتیده ایستادند. انا گرید. اینش چی بلا؟
کارلوس کارلوس برادر کارلوس همون جایی سکرعلی آوازده برادر احمق من به شما نشان میدم کارلوس آوازت رو برار سکرعلی شکری خدا. چی میگوید شما؟ من نمیفهمم. تو زنده ای کارلوس؟ ما رو ترساندی. برادر در نزدیک گوشم بمب ترکیب. گفته هایتون رو نمیشنوم. این انیق تعینات مخصوص است. ما نجات یافتیم. این کافران باز از کجا پیدا شدند؟ آوازتون رو نبرارید. خاموش ایستید. اوف کار شدم. خوب هستی ها؟ خوب هستی کنی؟ خوب هستی؟ خوبم خوبی ها؟ خوبی؟ انشالله خوبی. احمق. تمام بولته بس است. بس زود باشه. زودتر کمک کنید. بچه ها در پسی ماشینم. بیاید آنها را براریم. زود. کمک کنید به ما. بولته حالا ایست. کشا. آها انا این تعینات مخصوص. بیا فرا. خوب هستید بچه ها؟ خوبیم فرا زنده باشید بچه ها. بیا فرا زودتر. رویا خداوند از شما راضی باشه. تشکر خداوند راضی باشه. خیلی هستی جوره؟ دیگر از نزدی پدر و مادرتون جدا نشید. میلش خوب شده است. بچه ها رئیس زنگ میزند. گوش میکنم رئیس. سکرگی بچه ها را گرفتید. یگان کمبودی نیست انشالله. نه رئیس، اما خوب است. به این هم بمب ندارن با خودشان. همش خوب. این خیلی که باشد تمام. پدر و مادرشان را با مجید روان میکنم. و شما برای کار. نجات یافتید ها؟ پدر و مادرتون به نزدتون میآیند. 10 دقیقه پس همینجا میشود. البته نزدتون به نزدتون میآیند ها؟ تعینات مخصوص با ما است. تعینات مخصوص با ما است. بچه ها باز یکان کار خطا نکنید. اوه خیلی خوبه. هیجان آور. همین خیلی نه؟ ایستد. سکرگی 54. سکرگی 54. یک جایا. یک دو سه. پینوش
شود پنهان شود گریزید بچه ها زودتر پشت درختان رفتیم زودتر زود باشه نبرایید جزمی سلی باز نبرایی با تو میگویم نبرا پنهان شوید اخی جزمی مرد سلی باز نبرایی جزمی آرام شو برادر سردیه جزمی پنهان شوید جزمی سلی آرام باش میگویم volta با من تیر دونده گیر زودتر از جهت نشانی جزمی ایستا میگویم با جزمی سلی خواهین ها این رو مونید یعنی خیز با تو کار دارم ما رو مونده با او سر و کار میگری یوسف نمیبینی دخترم هم ترسیده است بیا به خونه رویم من ایستادم اینجا من از ذوق سر و کار نمیگیرم این آدم تروریستی عادی نیست شخصی مهم است گفتم که مهم مردنش نزدیک دیگر چیزش مهم نیست یوسف بیا به خونه رویم التجا میکنم من که ایستادم اینجا نه نمیشود این آدم بیهوده به این سرزمینی ما نمی آید میفهمی انیق یگان مسئله مهم است تا نفهمم به هیچ کجا نمی روم تو به من گوش کن شما از اینجا روید الو کارلوس چی؟ باشه گل زود باشید یک گروه ما را احاطه کرده است معلوم که گروه عادی نیست زرقهایشان از عکس مور است فوراً به اینجا بیایید فهمو حاضر می آییم با آدمان ما حمله کردند دیر خواهین آزاد شد و دیگر قرار نمیستند نه اینها تماما دیگر گروه می باشند زورقهای مردار دارند عجب و همین باشد بچه ها باز یکون کاری خطا نکنید از این جان جنبید سرطان را نبراره فهما؟ اینش از کجا پیدا شد؟ بمبای گازی آن اکنون تمام گیر دهانت را محکم کن ظریف ها؟ بچه ها را به جنگل بردن لازم این خیلی نمی شود مایلش سکر علی آنها را از دود رها میکنیم تا سه میگویم میگریزید 1 2 3 گریزید رفتم
амакҳои полисат бо ту мемонанд майлаш. ман бояд равам духтарам. майлаш падар аз паи коратон шавед. мо шуморо инҷо интизор мешавем. шумо рафта дигаронро наҷот диҳед. зуд меравем. юсуф! юсуф нарав! ту бо мо меравӣ. юсуф ту моро дар инҷо нагузор. юсуф моро нагузор танҳо. чӣ кор мекунӣ? девона шудаем агар. нарав, моро танҳо нагузор. юсуф! аз барои худо моро танҳо нагузор. бирав аз наздам. як маротиба мегӯям ман, як маротиба. ҷамшед! чӣ хел бомбаи касе буд? Sakarali, Volta, dar kujoye? биё, гузар ба ин ҷо. алло, юлмаз, маро мешунавӣ? ин ҷо хеле кори бад шуд. ором шов. гавзан чӣ шуд? ҷамшед, юсуф ҷамшедро парон. ҷароҳаташ вазин аст. таъинот аз паи мошини боркашест ки ба тарафи ироқ меравад. ҷамшедро ҳамроҳашон гирифтанд. оянд омадан гиранд. онҳо ҳам бо инҳо баста мешаванд. ҳамаашон дар дасти ман аст. ту хавотир нашав. кори инҳоро тамом мекунам. аз ту илтиҷо мекунам, бародарамро аз дасташон раҳо кун. ба ман қавл деҳ. майлаш, ту хавотир нашав. бародаратро наҷот дода ба наздат меорам. онҳоро интизор мешавӣ? бо он юсуфи девона рӯбарӯ шудан омодаӣ? дар асл барои дарс додан ба он бетоқатӣ мекушам. аммо намехоҳам амалиётро нотамом гузорем. муҳим аз ин девонаҳо халос шудан аст. бомбаҳо омодаанд? тамом, омода аст. хеле хуб. биё равем, ин хел бошад. инҳо ҳамаашон мераванд. боша гул, зуд бошед. خدا بی‌شرفان. این منظره رو خوب نگاه کن دلشاد. نه همه وقت این خیل کارهای کلان رو دیده میتوانی. من با بی‌صبری انتظارم. اینها همه چیز رو نیست کردند. بی‌شرفان. از پسشون یک نشانه هم نگذاشتند. آخرین چخل کار است برادر. من دیوانه میشوم. بچه جان آمدیم. خدا رو شکر. خدایا این همون ماشین ما نیست؟ چی شد اینجا؟ بچه ها آنجا بچه ها. دخترم جزمین بچه ها در کجایی؟ خدایا بچه ها آنجا. پسرم شاید زنده باشه. جزمین پسرم کجایی؟ بچه در کجایی؟ بچه های ما. پسرم جزمین
اکا شما خوب هستید؟ کاش ما هم میمردیم کاش میمردیم و این رو نمیدیدیم از دستمون آماده رو کردیم اونها رو نجات دادیم به شرف ها آمدن ما رو مغلوب نمودن دو بچه رو نجات دادیم اکا اما دیگرشون رو در نزد چشمانمو کش اکا این چیست؟ از برای سو با من فهمونید این نقاب گروهی مخصوص می باشد سرحد رو گذشته به همه ضرر رسانده ایستادند برو احمق اینجا بیا پسرکم کجایی تو؟ بین احمق این آدمانی تو می باشند قاتلان این بچه ها به شرفان همینجا بودند حاضر مثل بلبل گپ میزنی گپ زن اینها در کجایند گپ زن به تو هیچ چیز نمیگویم اول همین خیل میگویی بعدا مثل بلبل میسرایی فهمیدی؟ کن یولماز بردار تلفنت رو زود باش یولماز چی کار میکنی اینجا؟ خدا نکرده یگون کس ما رو اینجا بیند از دیدارت سر نشدم برای همین دست نرسان جمشید رو باید نجات میدادی نجات دادنی بودم اما یوسف آمد ما مجبور شدیم که از آنجا گریزیم دروغ گو انتظار نشدی ها؟ برادرم رو آنجا گذاشته خودت گریختی ها؟ دیوانگی نکن
амалиёти мо барбод рафт. барои он ки моро нашиносанд маҷбур шудам ки гурезам. аммо хавотир нашав, сардори таъинот ман нестам. магар хайр, сардораш бошӣ чӣ мешавад? ҷамшед дар қароргоҳи мо дошта мешавад. ман бошам ба ӯ роҳи гурези хубро нишон медиҳам. рост мегӯӣ? ӯро мегурезонӣ? албатта. پدر، همین عجمی ها فقط همینجا می آیند. نمی شود ما یگان مراتب آنجا رویم. تو نرفته ای؟ تو کوشش کن رو. با تو یک چند چیز آماده نموده ایم. چی یعنی؟ پول رو دهی آن چیزها پیدا می شود. یعنی برای عروس میگویم پول می دهی صاحبش چند تا می شوی. به انصاف در طرف عجمی ها انسان را زیر چنگالش نگاه داشته همچنان شادت می سازن. به زمین به تو ثواب می نویسن. چی شد؟ دقت باشید. کسی می جنبد او را زنده نمانه. نجنبید. سلاحایتون رو پرتوید. ایستا. سلاحایتون رو پرتوید. با زمین. با زمین. با زمین. با زمین شیرید. دستا پس سلاحایتون رو پرتوید میگویم. با زمین. تو چه کپران نمیشونه بیان؟ با زمین. با زمین. خود را با زمین پرتوید. با زمین گفتم. با زمین. دستانت رو پس سر کن. دستانت رو پس سر کن. دستانت رو پس سر کن. اما تو از جهتون نجوبید. جانت رو میگیرم. شنیدی؟ کمی دیگر صبر بکن. میبینی چه روزها رو از سر میگذرونیم. همینش نمیرسید. لابای سردار با ما حمله کردند. چه خیل حمله؟ کی؟ چه خیل شما رو پیدا کردند؟ چه خیل حمله؟ کی ها بودند؟ زود گپ زن. نمیدانم، بخبر یک باره با ما حمله کردند. جمشید سردار را از دست دادیم. فروزان؟ نه جمشید، این ناممکن است. ناممکن است. نه نه. الو، من یوسفم. در کارهای امروزت تو سهم داری. مرا خوب گوش کن. تو کی هستی میدونم. من هر یک نفسی کشیده شما رو حس میکنم. خوب میشود که خودت تسلیم شوی، وگرنه دیر خواهد شد. یوسف، برادرم رو کشته باشی. تو هم جواب این کارت رو میدهی یوسف. دخترت رو، خودت رو و تمامی دوستانت رو میکشم. مرا با آنجا بریون مست. نمیشود فروزان، نمیشود. آنجا خیلی خطرناک است. برای من خطرناک به برادرم ضرر رساندن بود. دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست. من نمیدونم. من هم با تو میروم. نه، من خودم حل میکنم. رفته میرویم. فروزان،
فروزان شمایان چی کار میکنه؟ حساب این کار کردنتان رو میبینه. من همین گپ رو گفتنی بودم. اکنون دانکی در این دنیا یگان خائن، یگان بی‌شرف، بی‌جزا نمیماند. البته یگان انسانی پیدا می شود که جواب اینها رو میپرسد. این مملکت بی صاحب نیست. طبق خواسته‌تان نمیتوانید در جایی که خواهید بازی کنید. این گفته‌ام را به سرتان جای کنید. صاحب این مملکت انسانی پاک وجدان با انصاف می باشد. تا این دم به مثل شما بر این انسان ها مملکت را زیر خطر گذاشتید. دیگر نمی گذارند که شمایان این کارتان را تکرار کنید. صاحبان این مملکت از شما دیده با رحم و دلسوزتر می باشند. می فهمید؟ شمایان باشید جزای کارهای کرده‌تان را می گیرید. کنی رفیقان، بیشاف نکنید، کمک کنید سر دهید مرو سر دهید، کمک کنید مرو رها کنید، مرو نجات دهید، کمک کنید سر دهید مرو سر دهید، کمک کنید مرو نجات دهید، کمک کنید مرو نجات دهید، کمک کنید بابا یاری نشازیم سر دهید مرو بیسو سخت ایستادیم یاری دید سختیم کمک کنید بابا یاری دید نسوزیم مرو میسوزانم یاری دید سختیم کمک کنید مرو نجات دهید، مرو رها کنید، مرو نجات دهید، کمک کنید بابا یاری دهید سر دهید مرو یاری دهید بابا یاری دهید میسوزیم مرو میسوزانم میسوزیم